بخشیده به 80 سالگی استادی زنده‌یاد لایق شیرالی اینچنین جهتی سازوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 شهر پنجکند با اشتراک اعضایان فعال کتابخانه تحت رهبری مدیر کتابخانه اکرام حق برده و نقش چاره‌بینی فرهنگی برگزار گردید. در چاره‌بینی خوانندگان با تیاری همه‌جانبه از اشعار شاعر شیرین کلام شادروان لایق شیرالی شعرها قرائت نمودند. صد جان و دل فدایی یک مدعای های مادر، فتح و کشایی شارد دستی دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان، انگیزه شاید از الله های مادر. اینچنین در هفته جمع آمد دوستداران کتاب با حس بلند خودشناسی و وطن دوستی در وصف ستایش تاجیکستانی عزیز صلح و دوستی و در مدح اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان شعرها قرائت نموده و سرود سراییدند. ای پیشوای ملت، نور و ضیای ملت، آسوده کشوری ماست با راهنمای ملت. شما شخصی عاقلی، شما شخصی عادلی، در همه مشکلی ها شما حل مشکلی. بهر نشان دادن مهر و محبت مادر به فرزند از جانب خوانندگان خردترک و دوسترویی که مؤسسه ذکر گردیده با لحن شیرین کودکانه سرود الله سراییده شد. قید کردن به مورد است که در این درگاه علم جشن 110 سالگی میرزا ترسونزاده عید غلبه و دیگر چاره‌بینی ها در سطح بلند تجلیل می گردد. برگزاری چنین آزمون و نمایش ها با مقصد بلند برداشتن سویه دانش و بهره هرچی بیشتر به کتابخوانی و علم آموزی مشغول گردیدن خوانندگان و تربیت آنها در راه وطن دوستی و زیبایی پرستی راه اندازی گردیده همچون ترغیبگری علم و معرفت در بین کودکان و نورسان است. گزارش مرتبه رحمان و طلب شد تاشف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.